گلبهار دست شما چی کتاب است؟ کیمیاگر. خوانده؟ معقول شد؟ بله کتاب را خواندم، بسیار کتاب جالب. این کتاب برایم کمک کرد که تا انتخاب درست در زندگی برای ساختن آینده چقدر نقش بزرگ دارد. باور کردن به قدرت و توانایی های خود، یعنی درک نمودن معجزه های زندگی. با خواندن این کتاب توانستم در کل زندگی رو در چند جمله باور کنم، یعنی که هیچ وقت دست از تلاش بر ندارم و همیشه برای برآورده کردن آرزوهای خود از همه استعدادهای خود استفاده برم. یعنی این کتاب برایم یک راهگشای برای برآورده کردن آرزوها گشت.